سلام دوستان عزیز، بیامتا هستم. میخوام یک اتک خفن تو لژندری واسهتون بزنم به ترکیب یتی کلون. ابتدا دوتا گوشه مپ رو خالی میکنیم. کوین رو به همراه اسپل فراخوان میندازیم گوشه مپ. میذاریم که کوین یک کم از مپ رو بزنه. فضا که خالی شد ریکالش میکنیم، کوین رو میندازیم گوشه دیگه مپ. ابتدا میخوام این توپ رو با استفاده از بیبی دراگ از بین ببرم. بیبی دراگ و بالون، سپس کینگ و بعد کوین رو بندازم. الان از بین رفت و حالا ابتدا دراگا رو، سپس واردن و بعد دراگ رایدرها و سرباز سلطنتی رو میندازیم. از ابیلیتی واردن استفاده میکنیم برای نگه داشتن جون کشتیمون. و حالا دوتا اسپل شبیه ساز و یک اسپل ریج. حواسمون به سرباز سلطنتی هست که نمیره. اسپل نامری میندازیم روش. ایزی 3 به همین راحتی میتونید تو لژندری 3 بزنید، خیلی راحت. مرسی، تشکر از حمایتتون. میبینیم که چقدر راحت مپ خورده شد و چیزی هم از دفاع حریف نمونده. یک ایکس بامب و ایدون ویستاور که به راحتی 3 شد. آخر مپ از ابیلیتی کوین استفاده میکنم برای تموم کردن کار. مرسی، تشکر ازت.